پیروزی یک رزمکار تاجیک با لقب پلچ و یا جلاد در نبرد با رقیب چچنش در ارمنستان در سرخط خبرهای مهم در این کشور قرار گرفت و بحث زیادی را برانگیخت. سلیمان محمدوف روز 1 آگوست در نبرد در شهر یریوان رقیبش عمر دولت میرزویف از چچنستان را شکست داد. از بس که او پرچم ارمنستان و تاجیکستان را در دست و لباس نظامیان ارمنی را در تن داشت و استقبال گرمی مردم این کشور روبرو شد. او در یک صحبت با رادیو آزادی از شهر یریوان چنین گفت: سال 2015 از تاجیکستان بر فدراسیون روسیه بر شهر رستوف با سبب خواندنی آمدم. من در اونجا کالج را ختم کردم و بعد از کالج به دانشگاه قبول شدم و روز 28 ایولی سال 2026 من قدم خود را بر ارمنستان گذاشتم. این دومین بار می شود که من بر ارمنستان قرار دارم. 2025 سال 3 دکبر یکم بار من از لیگ خایب فایتینگ نویسته بودند همچون ورزشگر که من اشتراک کنم. یکم بار بر ارمنیا 2025 آمده معرفی خود را گذراندم. مردم تاجیک، مردم ارمنیا خیلی ما را دوست داشتند. در آنجا هم بیرق ارمنی هم بیرق تاجیکستان را برداشتم. کاربران زیادی ارمنی در صفحه سلیمان محمدوف در اینستاگرام با او برای برداشتن پرچم ارمنستان و بر کردن لباس سربازان ارمنی ابراز سپاس و احترام کردند. او که در مسابقات گوناگون ولایتی و شهری از جمله مسابقات گوشتی در روسیه هم پیروز شده است، درباره رقابت‌هایش در حلقه محاربه‌های آمیخته چنین گفت: مسابقه خایب فایتینگ گذشت. در آنجا من سپرنیکی ما حریف چچنی خود را شکست دادم و بیرق ارمنستان، ارمنیا و بیرق تاجیکستان را برداشته با لباس‌های سربازی ارمنستان که رفیق من 2020 در جنگ قره‌باغ هلاک شده بود. برای همون رفیقم که از کودکی ما کلان شدیم، در یک جا میخوردیم، در یک جا تربیت یافتیم، در یک جا تحصیل کردیم و پیروزی خودم را بر همون رفیقم بخشیدم. سلیمان محمدوف رزمکار تاجیک درباره یک نبرد اخیرش در ارمنستان و هم هنرنمایی‌های پیشینش در مسابقات گوناگون صحبت می‌کرد.